حمله بی سابقه دشمن صهیونیستی به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه. در این حمله ددمنشانه بخش کنسولی سفارت و 2 طبقه دیگر که در برگیرنده محل اقامت سفیر کشورمان بود به طور کامل تخریب شده است. در اثر این حمله سردار محمد رضا زاهدی و سردار محمد هادی حاج رحیمی از مستشاران ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراهشان به شهادت رسیدند. 2 تن از نیروهای پلیس سوریه نیز زخمی شدند. من هم در اتاق در محل کارم بودم، در سفارت بودم که خب بخش زیادی از حتی اتاق بنده هم آسیب دید، شیشه‌هاش فرو ریخت و بعضی از سقف هم فرو ریخت. خب این جنایت رژیم در واقع اولین بار نیست، البته در این سطح اولین باره که رژیم داره وارد این فاز و این مرحله از جنایتی میشه که تمام قوانین و تمام در واقع اصول بین المللی رو داره زیر پا قرار میده. بلافاصله پس از این حمله وزیر امور خارجه سوریه و جمعی از مقامات ارشد این کشور در محل سفارت کشورمان حضور پیدا کردند. فیصل مقداد گفت برای تسلیت شهدا و ابراز همدردی و محکومیت این حملات بی دلیل که یک نهاد دیپلماسی را هدف قرار داده است آمده ایم. بار دیگر بر ادامه روابط سوریه با جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنیم، چرا که روابطمان مبتنی بر ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی است، برخلاف کشورهای غربی که از اسرائیل حمایت به عمل می‌آورد تا به جنایات ضد بشری خود ادامه دهد. عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد. این تجاوز ناجوانمردانه را که در مرکز شهر دمشق اتفاق افتاد به شدت محکوم می‌کنیم. ما عملیات آواربرداری را بدون وقفه ادامه خواهیم داد. رژیم صهیونیستی با این تجاوز جنایتکارانه قوانین و اصول بین المللی را نقض کرده که به گفته محافل حقوقی نیازمند تحرکی گسترده در سازمان ملل متحد و دیگر محافل حقوقی بین المللی است تا این رژیم افسار گسیخته از ادامه جنگ افروزی و جنایت در حق دیگران بازداشته شود. به گفته کارشناسان حقوقی در سوریه حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران یک جنایت جنگی است که این رژیم باید تاوان این جنایت را بدهد. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.